در افغانستان بعد بمبگذاری مرگ طلبانه در درآمدگاه وزارت امور داخلی در شهر کابل، چاره‌های ایلاوگی امنیتی قبول شدند. بمبگذار با لباس نظامی در تن خود را منفجر نموده، کمش 6 افسر پلیس را به قتل رساند. در این حادثه چند تن دیگر مجروح شدند. در عرفه انتخابات پرزیدنتی آخر هفته روان، طالبان افغان حمله‌های خود را افزایش دادند. در همین حال فرستاده سازمان ملل متحد در افغانستان تاکید کرده است که انتخابات پرزیدنتی و پارلمانتی افغانستان بدون دخالت خارجی صورت خواهند گرفت. همچنان یان کوبیش میگوید افغانها نباید از آوازدهی خوف داشته باشند. در عراق رسما معرکه ترغیبات پیش از انتخاباتی آغاز یافت. در شهر شمالی کرکوک مردم با شعار و لوحه‌های ترغیباتی به کوچه ها برآمدند و شهر را فضای انتخاباتی به آغوش گرفته است. سروزیر عراق نوری المالکی سعی دارد در آوازدهی 30 اپریل بار سیوم سروزیر این کشور برگزیده شود. رئیس ولایت خیبر پختونخوای پاکستان در ملاقاتش با تاجران وعده داد که به خاطر تقدیم اجازت نگهداری سلاح به آنها تلاش خواهد ورزید. تاجران شهر پشاور زیاد شکایت دارند که امنیت آنها تأمین نیست. در شمال پاکستان آدمربایی با هدف دریافت پول افزایش یافته است. از این رو چند پیش مقامات به طبیبان اجازت دادند که به خاطر دفاع از خود مسلح شوند. در قزاقستان بعد پهنشوی خبرها درباره از اعتبار ساقط نمودن قرض بعضی صاحبان منزل‌ها، 10 نفر در نزد بینای بانک مردمی در شهر المعطا جمع شدند. اعتراضگران طلب کردند مأموران بانک روی خط افرادی را که از بازگردان قرض خلاص شده اند نشر کنند، ولی بانکداران این تقاضا را رد کردند. در دوره بحران خرید و فروش منزل در قزاقستان افرادی که از بانک‌ها قرض دارند جنبش تشکیل کردند. در قرقیزستان نزدیکان قربانی‌های آشوب ضد پرزیدنت قورمانبک باقیف گرد همایی تشکیل کردند. در آشوبی که 3 سال پیش در بیشکک شروع شده بود، 90 کس به هلاکت رسیدند. اعتراضگران مخالف عفو 28 افسر نیروهای تعیینات خاص می باشند که به طرف آشوبگران آتش گشوده بودند. مشاور پرزیدنت قرقیزستان المازبک اتنبایف از جمع آمدگان درخواست نمود آرامی را رعایت کنند.